بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. سوگند به بادهایی که از پی هم می آیند و سوگند به بادهای سخت وزنده. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. و سوگند به بادهای باران آور و سوگند به آنها که حق را از باطل جدا می کنند. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. و سوگند به آنها که وحی الله را می فرارند، دفع کردن عذر را یا بیم کردن را، که آنچه به شما وعده داده شود واقع خواهد شد. فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت. پس آنگاه که ستارگان خاموش شوند و آنگاه که آسمان بشکافد و آنگاه که کوه‌ها پاره پاره گردند. و اذا الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. و آنگاه که پیامبران را وقت معین شود، برای چی روز معین شود؟ برای روز فصل. و چی دانی که روز فصل چیست؟ ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، یعنی دروغ برآورندگان. الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین. ویل یومئذ للمکذبین. آیا اولیان را هلاک نکرده ایم و آخریان را نیز از پی آنها نمی بریم؟ با گناهکاران چنین رفتار می کنیم. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. الم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه في قرار مکین. آیا شما را از آب پست و به مقدار نیافریده ایم و آن را در جایگاه استوار قرار ندادیم؟ الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. تا زمان معین، پس ما توانا بودیم و نیک توانا بودیم. ویل یومئذ للمکذبین. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. الم نجعل الارض کفاتا. آیا زمین را جایگاه نساختیم؟ احیاء و امواتا. برای زندگان و مردگان. وجعلنا فيها رواسي شامخات
وأسقيناكم ماء فراتا. در آن کوههای بلند پدید آوردم و از آب گوارا سرابتان ساختم. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. به سوی آنچه دروغش می شمردید به راه درآیید. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. به سوی آن دودی 3 شعبه یعنی 3 قسم به راه افتید که نه از آسیبتان نگه دارد و نه دفع آد شعله کند. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. و جهنم شراره های می پرتاید هر یک به بلندی قصر عظیم گویی که اشتران زرد باشند. ويل يومئذ للمكذبين. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. این روز است که کس سخن نگوید، آنها را رخصت ندهند تا عذر خواهند. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. این روز روزی فصل است که شما و پیشینیانتان را گرد می آورم. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. پس اگر حیله دارید بکار برید. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. پرهیزگاران در سایه ها و کنار چشم سارانند با هر میوه که آرزو کنند. به مکافات کارهایی که می کرده اید بخورید و بیاشامید. شما را گوارا باد. ما نکوکاران را این چنین مکافات می دهیم. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. بخورید و اندک بهره برگیرید، یعنی در دنیا، که شما گناهکارانید. ويل يومئذ للمكذبين.
در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. و چون گویندشان که رکوع کنید، رکوع نمی کنند، یعنی نماز نمی خوانند. در آن روز وای بر دروغ برآورندگان. پس از قرآن به کدام سخن ایمان می آوردند